حکایت زن دهقان با مرد بقال. در روزگاران قدیم دهقانی متدین و اهل نیکی بود. او زنی داشت که طبق عادت بشر اهل شهوترانی و تابع هوا و هوس نفس خود بود. روزی دهقان تکه طلایی به زن داد تا به بازار ببرد و بفروشد و برنج بخرد. زن به بازار رفت و زر را به بقال داد و شروع کرد به ناز و غمزه و کرشمه و با ناز فراوان به بقال گفت که با این زر به من برنج بفروش. بقال که حرکات و نحوه صحبت کردن زن را دید و شنید، فهمید که از کدام قماش است و از شکل و شمایل او دانست که مزاجش چیست و ذات او به دنبال چه چیزی است. برنج کشید و در گوشه چادر او جا کرد و گفت: ای خاتون، مرا دلبسته لطافت خود و خسته تیر ملاحت خود کرده ای. به داخل انبار دکان بیا تا به تو شکر بدهم، چرا که برنج بدون شکر طعام ناتمام است و غذای نامعتدل باشد. زن گفت: بهای شکر ندارم. بقال گفت: از چون تو شکر لبی بها نتوان خواست. هر کسی لب شکربار تو را مزه کند، به شکرانه 1000 جان فدا می کند. لحظه‌ای کوتاه به داخل دکان بیا تا عیش تلخ من در کنار لب شیرین تو شیرین شود و جان من از نوش لبهایت ذخیره عمر جاودان برگیرد. زن گفت: با این همه شکر که تو داری، لب من را برای چه می‌خواهی؟ بقال گفت: مرا لبان تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا وصال تو باید، خبر چه سود کند؟ زن وارد دکان شد. بقال مقداری شکر به او داد. زن برنج و شکر را در گوشه چادرش بست و با بقال به خلوت نشست. و راست گفتند که درهم تسکین دهنده استرس است و دینار کلید مشکلات. بقال شاگردی به غایت ناجوانمرد و بیباک داشت. چون دید که بقال و زن هر دو به عشرت مشغول شدند و زن از چادرش غافل ماند، گوشه چادر را باز کرد و شکر و برنج را برداشت و به جای آن کیسه‌ای خاک گذاشت. چون کارشان تمام شد و خلوتشان به اتمام انجامید، زن با عجله از دکان بیرون آمد و راه خانه را برگرفت و چادر بسته پیش دهقان نهاد. دهقان گوشه چادر را باز کرد و نگاه کرد. مقداری خاک دید. گفت: ای زن، این خاک چیست؟ زن چون آن خاک را بدید، بدون مکث و تفکر به درون خانه رفت و غربال بیرون آورد و خاک‌ها را در آن گذاشت و شروع به بیختن خاک کرد. مرد گفت: چه کار می‌کنی؟ زن جواب داد: ای مرد، صدقه ها بر من و تو واجب است، زیرا که بلای بزرگی از من دفع شده است. زمانی که به بازار می رفتم که برنج بخرم، شتری جست و مهار گسست، از من گذشت و لگدی محکم بر پشت من زد و من از پای افتادم و آن زر از دستم بیفتاد و در میان خاک افتاد. هرچقدر جستجو کردم چیزی نیافتم. خاک آن قسمت را جمع کردم و با خودم آوردم تا غربال کنم، شاید که زر را بیابم و برای تو برنج بخرم. مرد چون این کلمات را شنید، اشک در چشمانش جمع شد و گفت: لعنت بر آن تکه زر باد، تکه دیگری طلا بگیر و برنج بخر و خاک را بیرون بیانداز. داستان حلال و حرام. در روز و روزگاری که ایمان و اعتقاد مردم به سختی سنگ و به صلابت کوه بود، مرد فقیری از زور بیکاری زن و بچه را گذاشت و به ولایت غربت رفت تا فرجی در کارش پیدا شود و با یافتن شغلی آبرومند سر و سامانی به زندگی خود و خانواده اش بدهد.
روی این اصل پا در رکاب بیابان گذاشت و رفت تا به شهر کوچکی رسید و بعد از چند روز سرگردانی بالاخره مردی گریبانش گرفت و به سر کاری برد که از فرط سختی صخره را آب می کرد و فولاد را خم. مرد مدتی به این کار دشوار مشغول بود تا روزی که صاحب کار پیدایش شد و امر به توقف کار داد و گفت چند وقت است که برای من کار می‌کنی؟ مرد گفت 1 ماه و اندی. صاحب کار گفت مزدت چقدر می شود؟ مرد گفت از قرار روزی 1 قران، جمعاً می شود 30 و اندی قران. صاحب کار که مردی طماع و خسیس بود در جواب گفت من 40 قران پول حرام دارم و 5 قران پول حلال، تو به کدام یک راضی می شوی؟ مرد ساده دل که بسیار مقید به حلال و حرام درآمد و کسب و کار خود بود، بی آنکه حتی از ذهنش هم خطور کند حلال یا حرام بودن پول صاحب کار ربطی به شخص او ندارد، بی تأمل جواب داد معلوم است قربان که من پول حلال را ترجیح می دهم. کارفرمای شیاد وقتی دید که کلکش گرفته و تیرش به هدف نشسته، نیشش را تا بناگوش باز کرد و دست در جیب قبای اطلس برد و 5 قران را به مرد بدبخت داد و او را راهی کرد. مرد بینوا با ناراحتی به میان شهر آمد و گشت تا بازرگانی محترم از اهالی شهر خودش پیدا کرد. جلو رفت و بعد از سلام و چاق سلامتی دست در جیب کرد و 5 قران به بازرگان داد تا برای زن و بچهش ببرد. بازرگان گفت دوست من این پول کمی است، بهتر است به جای این مبلغ کالایی هدیه‌ای فراهم کنی تا برای خانواده‌ات ببرم. مرد قبول کرد و به بازار رفت و به جستجو پرداخت که با 5 قران چه میتواند برای زن و بچهش خرید بکند. هرچه بیشتر جست کمتر یافت و خسته و کوفته به کنجی نشست. در این اثنا پیرزنی را دید که سبدی در دست گرفته و به او نزدیک می شود. مرد پرسید آن تو چه داری مادر بزرگ؟ پیرزن گفت 2 گربه، یکی از یکی قشنگتر و زیباتر. مرد به داخل سبد نگاه کرد و شیفته گربه ها شد. پرسید می فروشی؟ پیرزن گفت بله، 5 قران به من بده و آنها را ببر. انشاءالله که قدمشان برای تو خیر خواهد بود. مرد 5 قران را داد و سبد را گرفت و نزد بازرگان آمد. بازرگان که مردی نیک نفس و بلند طبع بود هیچ نگفت و مرد را سرزنش ننمود و قبول کرد که آن گربه ها را به خانواده او برساند. روز بعد بازرگان همراه با قافله‌ای بزرگ به راه افتاد و رفتند تا در 7 منزلی شهر قبلی به دیاری آباد رسیدند که ملکی عادل بر آن حکومت می کرد. به رسم آن روزگار وقتی قافله به پای باروهای شهر رسید، بازرگان ما هدیه‌ای برای حاکم آن دیار برد و عرض ادب نمود. حاکم نیز سرشناسان قافله را برای صرف نهار به دارالخلافه دعوت کرد. مهمانان وقتی به سرای حاکم رسیدند، مأموران بسیاری را در حالی که هر یک چماقی در یک دست و زنگوله‌ای در دست دیگر داشتند دیدند و بلافاصله از خانسالار پرسیدند این همه نگهبان چماق و زنگوله در دست برای چه کارند و وظیفهشان چیست؟ خانسالار جواب داد ای مهمانان گرامی، ما در این دیار از تمام نعمتهای خداوندی از شیر مرغ تا شاخ مار به حد وفور بهره داریم. تنها ناراحتی و مایه عذاب ما جانوران کوچکی هستند که مثل تخم
یا جوج و ماجوج در همه جا پراکندند و رحم به هیچ کس و هیچ چیز نمی کنند. هر سال مقدار زیادی از خوراک و پوشاک خود را به دلیل هجوم این شیاطین از دست می دهیم و متاسفانه هیچ حکیم و دانایی نیز راه چاره و روش مقابله با آنها را نمی داند. این چماق به دستان که می بینید در هر نوبت باید پاسبانی بدهند تا با صدای زنگ و ضرب چماق مانع هجوم آن جانوران به سفره و خوراکی ها بشوند. بازرگان و همراهانش با تعجب و حیرت بسیار تقاضا کردند که اجازه فرمایید تا آن جانوران را با چشم خود ببینند. به محض اینکه صدای زنگ و چماق خوابید، آن جانوران موذی که چیزی جز موش نبودند از هر کنج و سوراخی ظاهر شدند. بازرگان و همراهان خنده‌ای بلند کردند و به حاکم گفتند که چاره این کار آسان است. بعد بازرگان فرمود تا یکی از خدمه سبد گربه ها را حاضر کند. تا سبد را آوردند، بازرگان در آن را باز کرد و گربه ها که مدت ها بود اسیر و بی‌حوصله در آن جای تنگ مانده بودند، در یک چشم برهم زدن بیرون جستند و دندان و چنگال تیز و الماسگون خود را در تن موش‌های بی‌حیا فرو کردند و هنوز لحظاتی نگذشته بود که آن جانوران موذی به خاک و خون غلتیدند یا هر یک به سوراخی خزیده و از انظار مخفی شدند. حاکم و دیگر درباریان انگشت حیرت به دهان مانده و شکر خدا به جای آوردند و به بازرگان گفتند: ای نیک مرد، این بچه شیرها را به ما واگذار، در عوض هرچه بخواهی تقدیمت می‌کنیم. بازرگان جواب داد: حاکم به سلامت باد. این جانوران بچه شیر نیستند و نامشان گربه است و امانت مردک بینوایی هستند که باید برای خانواده درمانده‌اش ببرم. حاکم گفت: 3 کیسه زرت می دهم. بازرگان گفت: عرض کردم قربان، امانت مردم است و خیانت در امانت شایسته نیست. خلاصه این که اصرار از حاکم و انکار از بازرگان. در نهایت امر بازرگان در قبال 10 کیسه زر سرخ رایج در تمام مملکت آن عصر گربه ها را به حاکم داد و همراه با همسفران به جانب مقصد روان شد. چون بازرگان به شهر خود رسید، به خانه مرد بینوا رفت و آن کیسه ها را بی کم و کاس به زنش داد تا خرج معاش کند. زن که در 7 آسمان ستاره‌ای سراغ نداشت، آن طلاها را گرفت و با آن خانه‌ای بزرگ و دکانی پر از کالاهای مختلف و قطعه‌ای زمین زراعی خرید و خود و کودکان بی‌پناهش را از چنگال بی‌رحم فقر نجات داد. چون مدتی از این ماجرا گذشت، مرد دلتنگ و ناامید از یافتن کاری آبرومند راهی ولایتش شد و شرمسار با دست و کیسه خالی به خانه سابقشان رفت. پیرمردی در را باز کرد و چون مرد بینوا را دید پرسید: کیستی و برای چه کاری آمده ای؟ مرد پاسخ داد: اینجا خانه من است. پیرمرد گفت: من این خانه را از زنی ثروتمند اجاره کردم که قصرش در آن سوی شهر است. چون مرد اصرار کرد، پیرمرد نشانی آن زن و کودکانش را گفت و آخر سر مرد فهمید که زن باید همسر خود او باشد. پس با ترس و وحشت بسیار به نشانی که پیرمرد داده بود رفت. به محض اینکه زن و فرزندانش فهمیدند، همه با جامه‌های دیبا و حریر بر تن به استقبالش شتافتند و او را مثل گوهری گرانبها در میان گرفتند. مرد با دیدن این وضعیت زبان و کامش چسبیده بود و توان صحبت کردن نداشت، اما زن مدام از فلان معامله که سود کلانی داشته
و از زمینی که خریداران فراوان دارد با او صحبت می کرد و می گفت همینک که کاروانی مال و تجاره در راه بلخ است و پس این فردا نیز قافله دیگر در شهر لنگر خواهد انداخت. البته و صد البته این همه را از کوشش ها و رنج ها و مرارت های شوهرش می دانست که رنج غربت بر خویش هموار کرده و با عرق جبین خود و خانواده‌اش را از گرداب مرگبار فقر و فلاکت رهانیده است. مرد ناباورانه این همه تجملات را می دید و این همه لاف و گزاف را می شنید و هیچ نمی دانست که این همه تغییر از کجا و به چه دلیل روی داده است. اما هیچ حرفی با زنش نزد و بعد از حمام و خوردن یک غذای مقوی به دیدار همان بازرگان رفت و چگونگی احوالات خود و خانواده‌اش را از او جویا شد. بازرگان هم ماجرای موشها و فروش گربه ها را تعریف کرد و گفت خدا را شکر که اقبالت بلند بود و دوران سختی و تنگ دستیت به سر آمد. مرد روی بازرگان جوانمرد را بوسید و خدا را شکر کرد و به خانه برگشت و به اهل و عیالش گفت این نعمت و رحمت تمام و کمال از برکت پول حلال است. پس سالها به خوشی و صفای دل زندگی کردند و جز از مال حلال هیچ نخوردند. خدا روزی حلال نصیب ما فرماید. برای شنیدن داستان‌ها و حکایت‌های بیشتر لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت از من حمایت کنید تا داستان‌ها و حکایت‌های دیگر. بدرود.